چهار عکس بگیر. یک باره کمی شانه، بعد کمی مو، بعد سری چرخید و کمی خرامید و در آستانه مشتمال خانه تمام آوازهای ساکن جانش به شکل یک آدمی زاده‌ای ظهور کرد. از جیبهای مرد و شانه‌هاش و پاشنه پاش آواز می‌چکید. سرباز هخامنشی یا رومی یا هر چه که بود بی اختیار داشت یله می‌شد و هیچ کس غیر از جمیل کرمانی که چشمش شاغول بود و 1,000,000 دیوار و بنای قدیمی راس و کج دیده بود نفهمید که دژبان میراث دارد از تراس خارج می‌شود. مرد همان کرد که جمیل شرط بسته بود می‌کند. توضیحات خزینه که تمام شد نیمخیز خم شد داخل را ببیند. خم که شد انگار یک عروسک گردان ناشی نخهای جنگو را قاطی و اشتباهی کشید. یک دژبان که در تمام ارتش‌ها و تشریفات جهان باید مثل تیراهن شق و خشک باشد داشت مثل موم زیر جنگ خورشید وا می‌رفت. جمیل تو تخم چشماش نگاه کرد تا از هم پاشیدنش را به تأخیر بیاندازد. دیر بود، زودتر باید نگاه می‌کرد، نه حالا که خدا 30 سانتی صورتش بود. بغضی، قاطی لرزی، قاطی ترسی، قاطی منعی، قاطی تمنایی پیچید تو صداش، بی خیال تمام حشم و حاشیه دور تا دور تو چشای جمیل کرمانی با فک‌های قفل گفت تو رو خدا بذار سلام کنم باش. کت و شلواری ها سر جا خیز برداشتن. شجریان دیدش، دید که دژبان خبردار است ولی می‌لرزد. همه چیز دستگیرش شد. دستش را دراز کرد سمتش. همان حنجره‌ای که 1000 بار در گوشش خوانده بود شب است و چهره میهن سیاه نشستن در سیاهی ها گناهی گفت سلام سرکار. سرباز وظیفه قشقایی رو به جمیل کرمانی گفت تو رو خدا بذار جوابش بدم. شجریان برگشت گفت از کی اجازه میگیری؟ همه مقامات نیم دور برگشتن و زلهای الکی زدن به گچکاری‌های سقف حمام. کشید آوردش جلو. وسط مشتمال خانه گنبد بود. صدا پژواک میشد. دژبان رعشه گرفته را تنگ در بر آورد و سر کرد زیر ابوعطا که مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به اشوه که دهیم اختیار چیست؟ جهانگیر از میانه حمام گنجلی خان میان دستهای شجریان شعر شده بود. اینکه چراغی بر سر راه هم بگیرید که دیو شهر شب بیدار امشب، شب است و مادران شهر غمناک، هزاران گل شکفت و خفت بر خاک را میان جای معراج شنید. ما بین آسمان 4م یا 7م یا 3م روزی که آدرس خانه تهران باطل شد، تا روزی که کاغذ را دیگر میشد داد باد ببرد. همه این مطلب خاطر ایتیکش، یعنی اینو که بهم گفت تصویر گرفتم بنویسم. محمد رضا شجریانی که صداش بزنی و جوابت بدهد دیگر در جهان نیست مگر تو خانه کوچک جهانگیر قشقایی. 2 پسر دارد که اسم مرد را روی یکیش، فامیلش را رو آن یکیش گذاشته. وقتی 2 پسرهاش را صدا بزند دوباره یکی در جهان آوای آواز را فرا خوانده است. دوباره یک گوشه ایران یکی محمد رضا شجریان را صدا کرده است و او گفته است بله تو گویی که نمرده است و برنامه ای هم براش ندارد. دست روی دختری بذاره از پشت میجیرا فوتبال بازی میکنه. یه روز بازی میکنه که بود داشتی که این صدا میزد برگشت میزد زیر کامپریسیش دراز شده و تلیسکوپ دستش رو داره تلیسکاری میکنه. تاچ
شعبان می‌دونیم که تایید می‌کرد ما راه برام می‌رفتیم دور بکنیم دو بار سلام از شعبان گفت آلوستا خودمون می‌گم داشتیم این با موضوع اصلا تو زمین تدریجی داشتیم برمی‌گشتیم از یه مسیر دیگه گفتم می‌خوام سر راه یا راه رسته بگیریم بعد بریم که از شعبان بشستیم که شمسش از زیر پاهم رد شد بعد با چیشه با عد برگشت سمت میگفت من مثل شما خوندندان هستم میفهمین از شمسی حرارت میکنم ما دارم که خوش میشاشم خدا رفتی که سرتون وسایلی که داریم میخوایم استفاده کنیم. مقارن بیار گل و خوشش اینه این بره داخل ولی این یه خورده ای تنگه باید بغلش هم دوباره من باید تا این باید بیاد اینم باید یه فکری براش بکنم. بذار میتونی این برشات رو شکلات رو بکشی بدی برش لیزری کنن برام. میتونم من برم داخل هم اون آدمی که میبینه
بابای بلند داد میزنه لیلا لیلا. قلبی مامان کجاست؟ انقدر خوشم میاد مامان کفش کو؟ قشنگ میپوشه. کی؟ تو قلبی بابا کفش مثل این کاش کفش همین چیزاست، این کارگراست. چی میگی؟ آخه یه جوریه. خدا رو شکر به تو یک جارو بکشی. نشاد دوم. این سخن پیش مولانا غضنفر بردم که ترجمت کن. گفت ترجمت ندانم، لیک آنقدر دانم که حرف ارسال آن است که به واسطه آن خبر بدید که من بیام گاه معاینه کنم. نگاه کن دارویی که من داشته باشم بخوام بزنم و این دارو شیر حیوان زیاد کنه آقا نداری. چون اگر این آره نکنه سیدی خرابه. خراب نیست رفتی دانده صورت این کجاست آقا جا کن کجا اگر میرسی امروز ساعت 12:30 اینجا رو بگه بیا دنبالم تا با هم که بریم میلیون بریم من بود اول گفتم که خبر دست دیگه زن آقا امروز ساعت 12:30